بزرگی هست که دیدنش حتی برای انسان راحت بخشنده و آرامی بخشنده. انسان یک فرزند داره قدر فرزند نمیدونه، شخصیت نداره میسوزه، در حسرت پیش طبیب و ملا و مزار و خور و گور میگرده که خداوند یک گوشپارم بتیه، نمیگه دخته یا بچه. خداوند یک فرزند بتیه اما نداره. نعمت فرزندم شکرانه شه و فرزند در راه خدا بخشیده. حضرت امام غزالی یک قصه داره در کتاب مکاشفت القلوبش، میگه در یک دور زمان یک پیرمرد پیرزن در سین پیران سالی شد، خداوند یک بچه شو داد، یک فرزند شو داد، تنها یک فرزندش به 7 سالگی یا 8 سالگی شاید 9 سالگی رسید. میگه این پیرمرد پیرزن مصلحت کردن، گفتن ای زن گوش بگو، ای مرد، این فرزند برای ما خدا داده است، این صاحبش خچه، در حقیقت مالکی اصلی خداست، این امانت چند روزه دست ماست. گویی را الله داده است، ما حقش هم که این را در راه خودش ببخشه. این باید قاری شود، این باید عالم شود، این باید در راه خدا خدمت کنه، حقش هم مصلحت آمده کردن. میگه به خلاصه آمدن پیرمرد میگه فرزند گیرید، یک هفته اینه سفر برآمد، میگه نزد یک عالمش برد، نزد یک عالمش برد. عالم گفت که ای حضرت ما یگانه فرزند داریم، دیگه هیچی نداریم، امیر قبول که تعلیم تربیتش که تا اینکه عالم شود و در راه خدا خدمتگار شد. میگه عالم قبولش کرد. 7 سال در نزد عالم خون میگه، ای روی دور بدن راه شرایط نبودن. میگه این شخصیت جوان، میگه این کودک نزد پدر و مادرش اومده نتونست. بعد 7 سال میگه یک شب خواب دید که پدر و مادرش در یک حالت مشقت و مشکلی و وزبینی هستن. سحر شد میگه بیخود غمگین خجالت من نزد استاد شما، استاد گفت من اجازه پدر و مادر ما خبرگیری برام، بسیار خوابی وزبین دیدم شو، خوابی بیزیر دیدم شو، اجازت گرفت. میگه 1 هفته اینا سفر چیکار کرد؟ برای زیارت خبرگیری پدر و مادر شد. وقتی امان میگه شب در خانه شو رسید، بارون بود، در پسی در محکم در زد. میگه پدرش ای همه موندگی بود، یک جاگگی خواب راه گشته نمیتونست. مادرش به دست پا به شکم راه میگشت، چو خسته نمیتونست. میگه به دست پا خشبازی در آورد، فریاد کرد گفت کی هستی که در ما مظلوما و ما ای همه موندگی ها را میزنی؟ میگه بچه گفت که ای آچه جا، ما فرزند بچه تونم گفت در اولی که زیارت اومدم، خبرگیری اومدم. میگه زن این مادر چی جواب گفت؟ ما فرزند نداریم. گفت ما یک بچه داشتیم، ما را در خدا بخشیدیم، هر چیزی را که در خدا بخشیدیم عقیب نمیگیریمش. کدمی هستی گفت پسی کارشه، برا در آخت، برا در پسی کارت برا تا سحر. میگه شخصیت در پسی در گریه کرشیشت. سحر شد در شوی کردن، در مدید که پدر و مادر همه موندگیان محتاج خدمت فرزندن، ای همه موندگیان. گفت من نمیرم دیگه درس، مثل شما را خدمت میدم، بعد رضای خدا خدمت شما های، رضای شما های. میگه اینها چی گفتن؟ گفتن که اگر رضاگی ما و رضاگی خدا را بخواهی برای درس دوام بدی، برای درس دوام بدی، تو باید در راه خدا خدمت کنی. این شخصیت گفت نه نمیرم. گفت نرای، اگر قهر و غضب خدا و ناراضگی ما را بخواهی بسنجه. گفت علاج نیافت. سفر برآمد نزد استادش، رفت، پدر و مادر مردن، از دنیا گذشتن، دیگه ندید شد. حضرت امام غزالی میگه ببینه که پدر و مادری که به او فرزند محتاج بودن قبولش نکردن، گفتن ما ای الله قبول کردیم، با در الله بخشیدگی. اگر هر کدوم فرزندا را عالم کرده، فرزندا را تعلیم داده، ادب و اخلاق خوبش آموخته، در روز قیامت خداوند در سر شما یک تاج از نور میمونه، در تختهای نور شما را میشنانه. اهل محشر میدیدن، میگفتن اینا پیغمبرها هستن، ملائکه میگفتن نه اینا پیغمبرها نیستن، اینا اولیاءها هستن، اینا شهیدها هستن، اینا صالحها هستن. میگفتن نه، علی که خداوند قدر عزت داده است. میگفتن که اینا پدر و مادر یک عالم است، فرزندش رو خوب کرده. فرزند نعمت الله های، وقتی قبول کردی در راه خودش بخشیدیش، خدمتگار راه خودش گردوندیش، برای تو هم در دنیا نعمت میشه و هم در آخرت. فرزندی خوب باغ پدر، فرزندی بد داغ پدر. فرزند خوب باشه باغ میشه، فرزند پدر در همه در هر جایی که باشه چیکار میکنه؟ نو رحمت میشنه و خوبی میشنه.
وقتی هر کدومونه فرزندمونه فرض کنیم مثال بگیریم که بچه اکای هاشم جان، بچه اکای ارچوک، بچه این اکم در فلان جا قرائت خوب کرد، این شخصیت ها را سرشوی عرش بالا میشه که بچه من قرائت کرده جمعیت، مردم تعریفش دارن. نه که بگن که بچه در فلان جا مسته، بچه فلان کاری گناه کرده است، اگر زمین بکفه و نابود شد. برای چی فرزندی بعد داغ میشه، پدر هم در دنیا آزار میده، در روز آخرت خداوند حکم میگرده که این بچه که گناهگار دوزخش ببره، این بچه میگه که پروردگار من راضی نیست من دوزخ رفتم. میگه برای چی آخه؟ میگه تا پدرم دوزخ نبری من راضی نمیشم. برای چی؟ برای که پدرم در دنیا من سر راه من نگیره. اینجا عیب پدر من تا آخر نمیرم دوزخ. پدر من همراهی ببره. پدر من ای راه زد. پدر سر راهی من نگیر. پدرم غمی من نخورد. باید این نعمت‌هایی که پروردگار برای ما داده، چی فرزند باشه، چی مال باشه، چی تنی سعد باشه، بکن شکرانه حق ای برادر، تو را بخشیده از نعمت سراسر. اگر هر سنه نگاه کنی نعمت خدا میبینی. آیا خودت سوال بودی که امروز چی عبادتی خوب کرده که قدر برای تو منت گذاشت؟ در پیش درخت است میگه هر چیزی میخواهی بخور. هر چی در کدومی تو محنت کرده بودی. این منتی خداونده، این نعمتی پروردگاره. بخور هر چیزی میخواهی بخور. این نعمت شکر میخواهد برابرش. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. در روز قیامت ای چیز خداوند میپرسد. تنی ساعت داده. دو چشم روشنی بینا کی بخشید، زبان شیرینی گویا کی بخشید. چشمی وزیر کی داده، زبان گویا کی داده، دو دستت داد، دو پایت داد تا سویش روی راه، زبانت داد هر دم گویی الله. خیال میگه پام داده است که پگاهی بخیز بازار سودا برای، پام داده است که برای دکومنتات کارات بود کنی. پا برای چه؟ برای به خدا قریب شدن. زبان برای چه؟ برای الله گفتن، برای غیبت و تهمت و منت و طعنه و دیگه نیست. زبان برای الله گفتن، سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله، الله اکبر. زبان بهترین نعمت. اگر ای زبان این لحظه نگاه کنه که وقتی ای زبان او چیزی که خودش دوست می‌داره بیرون شده است، امر معروف، گفته خدا و پیغمبر، آیت حدیث، ای زبان بیرون شده، همه آرامه. یگان کس ناراحت نشده در مجلس، اما گوش داره. خدای نخواسته ای زبان اگر یک گپی دغلط، یک گپی ناجا بیرون شده، همه ناراحت میشه. زبان زیبش چیه؟ شکرانه زبان چیه؟ ذکر یاد الله، تلاوت قرآن، امر معروف و نهی منکر. هر نعمتی که الله داده است او را در راه الله اگر استفاده برده، در راه خدا بخشیدی، او نعمت سبب خوشبختی و سربلندی تو میشه. هر چیزی که الله برای تو بخشیده است، چی مال باشه، چی فرزند باشه، چی دنیا باشه، چی تنی سعد باشه، اینها سبب هایی هستند که ای روی اینها تو میتونی که به خدا برسی، به خدا قریب و نزدیک شی. اگر موافق گفته الله استفاده شون بودی. هر یک کدوم ما و شما برادرای عزیز بزرگوار نعمت‌های پروردگار را در راه خود صرف کنیم. حرکت کنیم که کفران نعمت نکنیم. فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. پروردگار میگه من یاد کنه، من فراموش نکنه. یاد الله، یاد هر شخصیت، یاد خودش. اگر الله فراموش کردی تو خود فراموش کردگی. باید که ما و شما برادر عزیز میگه پروردگار که شکرانه نعمت‌های من به جا بیاره و کفران نعمت نکنه. کفران نعمت چیه؟ ای الله نعمت قبول می‌کنه و شیطان میبخشه. الله تنی سعادت داده است میره گناه می‌کنه. الله مال داده است، مال در راه حرام و زنا صرف می‌کنه. عرق خوری و در دیگه کارهای بد صرف می‌کنه. کفران نعمت همیه. برادرای عزیز بزرگوار، این نعمت‌هایی که خداوند برای ما داده است، اینا را به یگان خریده نمیشه. باید که شکرانش را به جا بیاری. موافق گفته الله اینها را استفاده ببری. بنده خوب باشی، نباشی بنده نوک زبانی که تا در نار دوزخ در نمانی. چی کاری کن که آنجا کار آید، چی نقده که در آن بازار آید. ما امروز یک کاری کنیم که فقط در نزد خداوند به کار بیاید. این عملهایی که چی ای معصیت، گناه و خیانت، دروغ و
امروز درد جمعیت ما شده است، اینها دردی سری ما هم در روز قیامت. جوابشون گفته نمیتونیم. حرکت کنیم، آیسته آیسته خودمون تبابت کنیم. اگر انسان دردمند باشه، وقتی من اومدم شدم در حقیقتی یکم هر ما هم دردیم، ای دردامون سر کرده. انسان دردمند درد چه میگه؟ چون که طاقت نداره باید بگه. انسان وقتی دردمند باشه باید در فکر تبابش باشه. اگر تبابت نکردی درد تر هلاک مینه. دروغگویی که امروز در جمعیت ما ای درد جامعه برادر عزیز. دروغ رزق انسان تنگ مینه. دروغ زندگی انسان بینور میگردونه. برنج درد داغی دنیا و آخرت انسان مبتلا میکنه. یا اینکه بد نیتی، بد فکری، بد بینی، بد گمانی، غیبت و تهمت و منت و طعنه و دیگه نوع بدی هایی که امروز در حیات ما مسلمان ها پیدا شده. خداوند در قرآن میگه که لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه. برای شما امت محمد در رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه یک عبرتگاه خوبه. خودتون با محمد شما مانند کنه، محمد گونه باشه. شاخه از شاخزار مصطفی، گل شو از باغ و بهار مصطفی. از بهارش رنگ و بو باید گرفت، بهره از خلق او باید گرفت. باید هر یک امت محمد گونه باشه. جناب پیغمبر با 5 صفت نیکی و خوبی یاد میکردن. متاسفانه امروز دما امت این 5 صفت یافته نمیشود. برعکس دیگه. محمدی امین، محمدی صادق، محمدی طاهر، محمدی رحیم، محمدی حکیم. محمدی امین، امانت نگهدار، ناخیانتگر. امروز ما امت خیانتکار شده. حتی برادر دوست دیگه باورت نمینه. و حالتی رسته که دوست برادر تا میگه یکم نمیتونیش برایش برای نمیتیم. جورا من نمیتونیش برای کارش میفرمه، ویرونش مینه، جزیرش مینه. هر چیز ما گرفته بودی دیگه جای میگه شکستمش. محمد حتی حالتی که اومدن قصد کشتنش داشتن، گرد حجرش محکم کردن، احاطه کردن، باید میدرمدن میکشتنش. خداوند جبرائیل رای کرد گفت برا محمد بگو ای مکه ورای که بدبختا کشتنیشن، قصد کشتنش دارن. در کنجی خونش مالهای او مشرکا و یهودیا تل زدگی بود. میگفتن که محمد تا امانت نگهدار مالهای ما در نزد تو بیستن. چی گفت؟ علی جبیا. حضرت علی فریاد کرد این مالا ایش ای فلانیه، ایش ای فلانیه، ایش ای فلانیه. گفت بعدی رفتن من در صاحباش شد. خیانت نشود و دشمناش خیانت نکرد. محمدی صادق، راستگو، یکون لحظه درو نگو. خداوند در قرآن میگه و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحی. یگان چیز ای پیش خودش ای خواهشاتش نمیگو. هر چیزی که حکم و قانون پروردگار وحی میشد اونها را برای مردم میگفت. یگان بار ای زبانش گپی بد نبراورد. محمدی طاهر، پاکیزه، یگان لحظه گناه نکرد، یگان لحظه خچ آلوده نکرد. وقتی دعوت پیغمبری کرد تمام مشرکا هرچند حرکت کردن ای راهش گردوندش نتونستن. و خلاصه اومدن نزد ابو طالب عمکیش اومدن گفتن برا نزد او فرزندی برادر بگو مقصد ای دعوت پیغمبرش اگر رئیسی باشه رئیسی مکش میمونه. اگر بایگری و دنیاداری بخواه جمع بینیم بایترین مو میگردونیمش. زن با بزیدتری روش بگرده. این دینی بابی و اجداد نایبای نبره. ابو طالب و یا محمد صلی الله علیه وسلم این سردارهای مکه اومدن برای تو پیشنهاد اگر بخواهی بایترینت میگردونن، زن بخواهی دخترای بزیدترینشون میتیند، رئیسی